میدونستی اگه بخوای قابل اعتماد و قدرتمند به نظر بیای بهترین سبک استایلی برای تو کلاسیکه؟ از نظر کارشناسان و روانشناسان مد کسانی که سبک استایلی کلاسیک رو انتخاب میکنن با اعتماد به نفس ترین افراد هستن. بهترین تعریفی که از کلاسیک میتونم بهتون بگم هر چیز کلاسیک از فیلم و کتاب و مد ماندگاره. محدود به زمان و مکان نیست. از دهه‌ها قبل مد بوده، هنوزم هست. گاهی با سبک مینیمال اشتباه گرفته میشه که در سادگی و تایملس بودن به هم شباهت دارن، کلی هم تفاوت دارن که بهتون میگم. در فشن به استایل هایی که با کمترین پیچیدگی، رنگ و آیتم ها که زیبا به نظر برسن میشن مینیمال. در کلاسیک کیفیت در ذات این سبک، قیمت کارها در این سبک به خاطر جنس و برش های فاخر بالاست ولی ماندگار. اما در مینیمال برش ها گاهی خاص‌تر و بروزتره و قیمت ها کمی پایین‌تره. جنس پارچه در کلاسیک بیشتر از الیاف پروتئینی مثل چرم و ابریشم و پشم و مخمل با بهترین متریال. در مقایسه الیافی که در سبک مینیمال استفاده میشه بیشتر گیاهی و سلولوزیه مثل پنبه و کتان و لینن. پالت رنگی سبک کلاسیک رنگای مشکی، سرمه‌ای، خنثی، زرشکی، شتری و انواع قهوه‌ای و سبز یشمی. پالت رنگی مینیمال بیشتر رنگای خنثی و نچرال کالر هست. در کلاسیک اصلا رنگ جیغ نمیبینیم ولی در مینیمال ممکنه گاهی یه آیتم رنگی بولد ببینیم. اکسسوری در سبک کلاسیک انواع اکسسوری‌های کلاسیک رو میشه استفاده کرد، تنوع بالاتره. اما در مینیمال محدود به مدل‌های ساده گاهی ترندی میشه.